جناب آقای دکتر عارف که در عرصه‌های مختلف شایستگی‌های خودشون رو نشون دادن، از جمله موفقیت‌های ایشون در همین 3 سال در عرصه پست تلگراف و تلفن موفقیت‌های بسیار بسیار برجسته‌ای بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رضا عارف، استاد دانشگاه صنعتی شریف، معاون اول دولت سید محمد خاتمی دولت اصلاحات. وضعیتی که باش روبرو هستید ناشی از حاکمیت یکپارچه و کامل جریان اصولگرا در 8 سال گذشته است. چرا بسیاری از مدیران شایسته و توانای کشور باید کنار گذاشته بشن و از تواناییشون استفاده نشه؟ بدون حضور اصلاح طلبان نمیتوانند کشور را اداره کنند. این یک واقعیتی که باید بپذیریم. اصلاح طلبی یعنی سیاست، یعنی انتخاب پذیری. من گفتم دولت اصلاحات اشکالی نداشته. بهترین رابطه رو دولت آقای خاتمی با مجلس پنجم مجلس اصولگرا داشت. همه مشکلاتون رو سعی می‌کردیم حل بکنیم، نه اینکه دعوایی بین دو رئیس قوه در سطح علنی مجلس مطرح بشه. شما در هیچ کشوری و در هیچ انقلابی سراغ ندارید این وضعیت. من جلوی توهین به همه مسئولین ارشد خواهم گرفت، جلوی توهین به رؤسای جمهور، نخست وزیران سابق، آقای موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد خواهم گرفت. ما در دولت اصلاحات دستاوردهای خوبی رو داشتیم. میگه میشه بدون توسعه سیاسی توسعه اقتصادی داشت. باید عقلانیت بر کشور حاکم بشه. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اولین کار من خواهد بود، به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی و نظارت کننده بر اجرای برنامه. باید سرمایه خارجی رو جذب کنیم. صنعت الان به حالت نیمه تعطیل در اومده. الان نرخ بیکاری وضعیت غیر قابل قبول است، به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی. در بخش فرهنگ یک نگاه امنیتی حاکم شد. ما ادعا مونده که انقلابمون فرهنگی ترین انقلاب دنیاست. فضای حاکم بر دانشگاه‌ها در سالهای گذشته یک فضای امنیتی بود. مصرم به اجرای قانون و به هیچ وجه، به خصوص در مورد نزدیکانم کوتاه نمیاد، اما در مورد خودم در مقابل منافع ملی از حق قانون خودم باید بگذرم. من وعده نمیدم، اما اگر وعده دارم عمل میکنم. مردم باید عنان مدیریت کشور رو به دست کسی بسپارند که در عمل نشون داده که میتواند شعارهاش رو عملیاتی کنه.